مادر شما خوابیده بود، داشت استراحت میکرد، خداوند داشت صورتگری میکرد صورت شما رو. ننه گرمم رفت خوابم، یه بالش خانوادگی منو نبردی. ای ذلیل مرده، بالش دم درم تو کیف من. ما خیلی به مادرانمون بدهکاریم، چون اونها نردبانی شدن که ما از عالم عدم بیایم به عالم وجود و ما در وجود اونها تکامل پیدا کردیم، متولد شدیم، با رسیدگی اونها دوران کودکی رو طی کردیم و با دعاهای اونها بزرگ شدیم و حتی بعد از اینکه اونها از زندگی ما رفتن هم مشمول دعاهای اونها هستیم. این هم خودش یک نعمت بیکرانه است که ما این نعمت بیکرانه رو در قانون جبران فقط در قالب روز مادر خلاصه کردیم و بس و زندگی خودمون رو میکنیم. این اشتباهه. گروه نمایشی عروسکی جیگی جیگی ننه خانم تقدیم می کند. ننه چه هواییه، پشکر میاد، پشکر. آره هواش واقعا خوبه. نه هوا گرمه، ما آب میخوام ننه. او میخوای چیکار کنی؟ این از کیفم الان به در میارم. تو کیفت. بیا نه ایم آب بخور. وای ننه دست درد نکنه. ننه اینا رو تموم کنم یا نه بذارم تا هم میخوای آب بخوری؟ نه جان خب ما یه آدمیم دیگه. چه بطریه، ما رو با آموزا بوده. خیلی کرونه افتاد. گوش نمه می شکمه داره قارقار ولو چرا برعکس غذا؟ وایسا غذایم درم پیچه. نه غذا بده اتی کیفم داره بیا ننه. آخ جان ننه نون ما هم بچگی عاشق سوسم درم ننه سوسیس نداری؟ سوس درم سوس. نه از چی میارم؟ زنم بعد بیا هرگاه سوس. بیا سوس ببر. بیا. ننه سند سلولام دارم فوش میدن کابشن به ما نمیدی. ای ذلیل مرده همه چی مخه. برعکس کابشنم درم ننه جان. نه کیف یه خزانه دولت. آوردمش. بیا ذلیل مرده بگیر. ننه بده کابشن دست در نکنه ننه، ما برم بیرو بپوشم اون پشت. ننه چه کابشن خوبیه خوشگله، برم چند مخ بزن. ننه جان نگاه کابشن رو پوشیدم گرمم رفت. ننه نمیدونم چرا یه بستنی نداری بهمون بدی؟ نمیگیره بخور ذلیل مرده. بستنی هم درم. بستنی هم داری؟ مگه یخچاله و کیفت؟ دیگه بستنی هم جا مره. نه آوردم. بیا ننه وای ننه بستنی. بیا بگیرش. دست طلا بستنی هم که داری. ننه بستنیش به چی تایی 0 دقیقه دیگه دهنت بریم بخور دیگه. ننه دهنم نمیتونم ببینم خفه ما دماغم کیپه، نمیتونم نفس بکشم، با دهن نفس میکشم. نه تو چی که اسکول بودی؟ عالی جناب چیز دیگه نمیخواستی؟ برعکس ننه گرمم هم رفت خوابم، یه بالش خانوادگی منو نبردی. ای ذلیل مرده بالش دم درم تو کیف من. بیا دیگه ننه جان. ای ننه بنگردم بدون ننه ما هم بخوابم. ننه لا 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 گل پونه نگاه خوابیدم بالشت یاد بچگی بابا رفته بخدا صدا خونه. ننه برعکس خوابیدم رو بالشت دلم خواست بیام رو کولت میشه، بیام رو کولت جانم. ننه برعکس جارو هم درم تو کیف. جارو بشی ما که جارو رو خواستم. دست خیلت کردم. نه اونجا نزن دیگه. ننه صورتی کرد در درون جسم او، داد در حملش ورا آرام و خو. یعنی مادر شما خوابیده بود، داشت استراحت میکرد، خداوند داشت صورتگری میکرد صورت شما رو، نقاشی میکرد چشم و ابروی شما رو در عالم جنینی و شما رو حفظ میکرد که وقتی او از این پهلو به این پهلو میشه شرایط شما در وضعیتی قرار نگیره که خفه بشید بمیرید. در همون شرایط جنینی حفاظتتون کرد و بعد در زمانی که شما رو حمل میکرد به مادرتون آرامش داد، خوش اخلاقی داد که شما رو تحمل کنه، ولی میتونست شما رو از بین ببره.
آمار سقط جنین رو در دنیا ببینید، مال چیه؟ مال همینه که یک عده‌ای به این نعمت بی‌توجه شدن و این بر اساس قانون جبران دامن کل کره زمین رو خواهد گرفت. همچو جزو متصل دید او تو را، متصل را کرد تدبیرش جدا. حق، نکته اینجاست، حق هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است. پشت این مهر مادری که مادر به تو ابراز میکنه خداوند صدها فن و تکنیک به کار برده تا مادر تو رو دوست داشته. حیرت انگیزه واقعا. نه خودم بالشتون مشغولم. مسئول وارد می شود. ای خر چغلو بر گم شو. Dinesh Media Update Idea.